اینه خولنا رو نگاه کن دیدی چه پتش نگاه کن پتا نگاه کن چه خدره یک آدم خیر کرده سازی تنجی سازی یک آدم زبس کیسم بیا گابزن چی میگوی؟ من زبس میکنم یوتیوب دارم میپرتم گابزن ما حاضر یوتیوب دا گام میزنم یکم اگر مسئله مچید باشه بولو برو همجا دوباره خب بجد چیز یکم سوال و جواب بود که ما سوال و جواب مچیتا تصدی مچید بابا میرزا هستش بابا میرزا برو مچید گابزن من شونکه کیس میگم کمی دار میپرسم که مردم میبینن میبینن سلام علیک گام میزنن شیگا پیچ خبره بابا گابزن من های مچید برو مادم برو چی مچید گام نزدم برای که بعضی آدما میگن که قرائت کیسه بود ممکن نیست در اصل میومن کمبودیا میان مینویسن قرائت کیسه بود تو چه دوای کردی که بابات میتونه خیلی سیونکا کنه اینا گام نزدم بیرون دستم سیونکا میکنم گام میزنم ماشیتی کلانتری در مسکو پراسپکت میردا برادران کاندناباتون خوب چی گفتنی هستن ماشیتی زیبا ماشیتی خوب ماشیتی خوشرو صحنش مایدا تو هم بیرون رو پر میشه هم خوب صحنش مایدا صحنه ماشین مایدا خب بابا همین رولینگ میکنه ما برای مخلصام رولینگ میکنم برای هر کس رولینگ نمیکنم که شما بنویسین هر چی بنویسین اولی قطعی شما گپای هستای سخنای هستای مسجد خانه الله های مسجد هممون بخوایم نخوایم مردمون هم مسجد میبرن جنازه میکنن برادرها میگن که فقط بابا رو از بار میکنه چون من نصیحت میکنم شما دیگه خیلی میفهمین بابا تو خیلی گام میزنه بابا این سرگذشته رو میدونه خیلی گام میزنه فهمیدین خب ایران چی مسجد شد کچاکی مسجد میبرم بیرون من قچی وقت صحبت کم میگیرم خب تونی گپ زنی من همین خیلی گام میزنم حتی شما هم خیلی مصیبت میکنم خیلی گام میزنم برای که بابا هستم شما اول بعضی هم نامحترم هستن که گپ قبه می نویسین حتی شما ولی گپ عدل نه خب میگم بابا رولیکو خوشو کنم بابا هم خیلی همشه خیلی گام میزنم برای خونه تو بابا تو یک گپ زن چی گام میزنم ولی نورو بسیاره بابا مادم در کلمات خوندم دعا کردم ماشیدا خب ماشیدا دعا کردم چی دعا کردم اللهم مغفر لی خدا من مغفرت کرد برای راست هدایتم کرد بعد درباره پدر مادر درباره زن فرزند درباره وطنی عزیزی سربلندم درباره بیان بگه یک دو آدم زنگ زد خنوکای در شیعه در گرانیسا گفت بابا اینا ما نگاه کی جدی گفتم احسن با شما خوب نیستم سلام گرانیسا گفت یه رولیکو ترا تماشا میکنه گرانیسا مرز بومی توچستان از سربلندم جوانو ولی من سخنات با شما میگم گفتم بابا ما رو تماشا میکنیم اینجا شته می نگاه کن چقدر هوا خوبه هوا صاف هوا بی‌غباره یگام گپ نیست یگام خبر نیست سرحد بونی کیسن تو پدر مادر همه آرامانک خوابم خانواده برای که سپرهای وطن اونجا بونی کیسن برای همین برادرها سنگ نزنیم بابات با رولی کردن که میگم بلاگری میگم خیلی من همه ایشون نیست ملو نیستم یکم چی دیگه نیستم مسلمانی عادی هم بلاگر فهمیدی بعد بعضی بلاگرای نامحترم میگیرن تگ رولی کگ میکنن بیا میگیرن بعد بابا را پریکول میکنن پریکول کردن میگیری همین برای پرسموتر میکنین شما یا که برای یک تربیه نسل نورس میکنین پریکول میکنین برای خنده ولی خنده در سری پلی سیلا در خنده فهمیدی خیلی نکنین برای همین برادران کاندناباتون ما خب در مسجد دعا کردم امروز نصیب باشه پرواز
پرواز با کجا پرواز قسم نمیخورم ما را گفتن بیا امریکا بیا گفتن آلمان گرمانیا بیا ترکیه بیا گفتن ابخازیا بیا گفتن استراخان بیا گفتن ای بچه بگو بود همین که جا گفتن بیا ما ویرات کردم فقط وطنه برای خاک نان و آب و خروطاوای وطن جوح شدم وطن میرم که سه ماهی در اینجایم با نصیب باشه با خدا خواسته باشه بگید با سمالیو زین کرده شو با میپریم یکم دیگه میره برای کی بابات بلوگرای میره هر جونور میکنه فهمیدی کانتنت نیست کانتنت بابام خیلی گام میزنم اول برای نسل نوراست برای جوانای نامحترم ما بسیار رولیکو میکنم یه باور کردیم مردن فراموش کردن بعضی جوانو چقدر سخن ها میگن چقدر گپای قبیح میگن انتظار شین وطن جون میرن وطن جون خب چی بگم دیگه بابا میگن سیاست بابای مخید برای نواسا سیاست میکنیم که پوتیکسانا کنن خشوع کار و فعالیت کنن فکرشون یک جا جمع کنن یک سر بروان این چی گپه در یوتیوب همه آدما که شما گم بزنید که اینو بیان اخی تمام جو میگم والله قسم یا تاش اومد نکی یا تاش اومد همین صحبت کردیم خلاصه قریب جنجال کردیم قریب زنوزن کردیم باور بچو زنوزن کردیم آخران چی شد آخران خیز بابا جون هزاران بار بخشش برای کی وای میدونسته چی بعد برای کی علم داشت نه و علمش خیلی زیاد بود من علم ندارم خیلی آخران اومد رشا منو که دستمال کرد گو بابا جون بخشش هزاران بود جوانو را ما بفهمونه یوشو را ما بفهمونه ما این عمر گیجوده گذروندیم ما پستی بلندی زندگی را ندیدیم پستی بلندی زندگی خودش یک درصد فهمیده ما کانتنت ندارم میگم بلوگرها ما هم که بلوگری هم که دهقانی گم میزنم فهمیده خوب یگان سخن بگو که من یگان کسی تحقیر کردم یگان گپی قبیه گفتم یگان گوری چی کرد مچیت مسیوم که کرد دعا درود کردیم وقتی که ما یک جو سفر میگه باید دور مچید دورم دعا کنیم انشالله با هم بخدا ما با وای میرم تاجیکستان رفتم پای ما در تاجیکستان که رسید پای ما رسید انشالله با هم مچیت میرم که مچیت کلانترین در آسیا میونه اون مچیت که ما در تهجای اون مچید نماز خواندگیم سال 2000 20 سال زیاد شد که ما در اونجا نماز میخوندیم امروز شیشی با قدم مبارک جناب عالی محترم پیشوای ملت کتلوانش کندم خیلی اکسکاتر خطی ما نماز خوندیم او کتلوانش کند من مردم نگاه کرد این در تاریخ تاجیکستان عزیز با حرفای زرین نویسنده میشه مردم باید بدونن شما سیاه را سیاه سفید را سفید بگید برادران قند و نباتون زنده و سربلند شد و آخری در تاجیکستان عزیز سربلندم برای تاجیکستان جوح شدم